سلام عرض میکنم به کاربران بینیت گرامی آزادی ویدیو و همه اون عزیزانی که در این صبح بر وقت ما رو در این کانال تماشا میکنند. شالای گلخوجه هستم، ساعت رس و 7 در خدمت شما و با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان. امروز دوشنبه است 10 ایون و آغاز یک هفته نو برای شما، هفته بوبرور میخواهیم و باوری داریم که چون همیشه با برنامه‌های رادیو آزادی خواهید بود. خب امروز در پراگ هوای ابری در نظر است. انتظار می‌رود که حرارت روزانه تا 31 درجه را تشکیل نماید. در مسکو نیز هوا آفتابی است و تا 27 درجه گرم خواهد بود. در سنت پترزبورگ امروز هوا کم ابر و 20 درجه گرم می شود. در دوشنبه آب و هواشناسان هوای کم ابر و به بارش را پیشگویی کردند. در دوام روز گرمی به 26 درجه خواهد رسید. قاسم جمعرت توقیف که از سوی سابق پرزیدنت خودکامه قزاقستان نورسلطان نظربایف به مقام رهبری موقتی پیشبری شده بود. طبق نظرسنجی‌های پیشکی در انتخابات پرزیدنتی 9 ایون تقریبا 70 درصد آوازها را به دست آورده است. در جریان آوازدهی صدها نفر به حبس گرفته شدند. ژورنالیست سابق نماینده مخالفین امیرجان کوسانوف در این نظرسنجی‌ها با کمی بیش از 15 درصد آرا در جای دوم قرار داشته است. پیش بینی می شود که ساعت‌های نزدیک اولین نتیجه‌های رسمی اعلان می شود. ولی در جریان آوازدهی صدها اعتراضگری آسایشته که در این جمهوری سرشار از مواد سوخت اعتراضی ضد دولتی تشکیل نموده بودند بازداشت شدند. در انتخابات 7 نامزد اشتراک داشت. در دوره پیش از انتخاباتی تمام دستگاه دولتی به فایده نامزد توقیف کار کرد. کسانوف در ارزیابی انتخابات گفته است اگر ما جنبش متحد مخالفین یا حزب سیاسی با تجربه می داشتیم آواز بیشتر را کسب می کردیم. البته خب بینندگان عزیز در دوام روز ما حتما به این موضوع خواهیم برگشت. بر اثر صدمه نقلیاتی در نزدیکی ولایت سمره روسیه 3 مجری توجیک از نویه‌های فیض‌آباد و حصار و رشت جان باخته. 4 تن دیگر با زخم‌های شدید در بیمارستان بستری شدند. وضعیت که از مجروحان معتدل ارزیابی می شود، دیگران در حالت وزنین و در شعبه احیاگری می باشند. حادثه روز 7 ایون هنگام بازگشت مهاجران از مرز قزاقستان و روسیه رخ داده است. آنها بعد 3 ماه کار در مسکو برای قانونی کردن بود و باش خود یک دفعه مرز روسیه و قزاقستان را گذشته دوباره به مسکو برمیگشتند تا به کار خود ادامه بدهند. آنها در ساختمان و فرودگاه دمدید و کار میکردند. یکی از نزدیکان مهاجران فوتیده روز 8 ایون به رادیو آزادی گفت ماشین لادا لارگوس در رو به سوی ایتالیایی به یک کران برخورده است. و قبل او مهاجران فوتیده از 23 تا 28 سال داشتند و بعضی آنها برادران بودند. در این حادثه افضل شو کریم زاده از دهه دشت مزار فیض‌آباد، سعید زاده صدم ابرار از حصار و قربانوف اسلام الدین رحمت اللهیچ از رشت جان باختند. قربانوف سخیداد از رشت و صدرالدین کریم زاده از فیض‌آباد، نام و نسب دو تن دیگر به ما معلوم نیست، مجروح شدند. پلیس ولایت سمره در شرح حادثه گفته است ماشین حامل مهاجران گویا با سرعت بلند حرکت میکرد و راننده از عهده اداره ماشین برآمده است. از اول ماه ایون دست کم 2 صدمه پرقربانی مهاجران توجیک هنگام عبور مرز روسیه و قزاقستان ثبت شده است که در آن 5 نفر جان باخته و 6 تن مجروح شدند. در اول ماه محمد و منصور گریزوف از نویه یاوون ولایت ختلونیز بعد عبور مرز قزاقستان در صدمه جان باختند و البته ما به خانواده همه این قربانیان اظهار همدردی میکنیم. امروز صحیفه اول 3 روزنامه معروف روسیه شکل شبیه داشته. در آن سبب‌های بازداشت روزنامه‌نگار محقق ایوان گالونوف که در بازداشتگاه پلیس مجروح شده است مورد سوال قرار گرفت. ведомости коммерсант و РБК در شماره 10 ایون اظهارات مشترک پخش نموده تحقیق بازداشت ژورنالیست را طلب کردند. در این سند گفته می شود که شهادت‌های نمایش داده شده گناه ایوان گالونوف را ثابت نمی‌کند و شرایط بازداشت او دلیل آن نیست که حقوق وی احترام شده است. گروهی از حکومت تاجیکستان خود را برای جواب دادن به سوال‌های آماده می‌کنند که اعضای کمیته حقوق بشری سازمان ملل ماه آینده از آنها می‌پرسند. در نشست سالانه کمیته که روز 1 ایول در شهر ژنو آغاز می‌یابد، دولت تاجیکستان به سازمان ملل گزارش می‌دهد که در چند سال گذشته برای اجرای عهده‌داری‌هایش در رعایت حقوق انسان و اجرای پیمان بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی چه کارهایی را انجام داده است. نوبت پاسخ دادن به نمایندگان تاجیکستان روزهای 2 و 3 ایول
حال است و صلح از مناقشه در خاروق در سال 2014 تا به ممنوع شدن فعالیت حزب نهضت اسلامی و به زندان انداختن رهبران آن را در بر میگیرد. سبب‌های زندانی شدن چند وکیل دفاع از جمله بزرگمهریارов شورت قدرت و دیگران را از مقامات تاجیکستان خواهند پرسید. در فهرست صلح‌هایی که با حکومت برای پاسخ دادن پیشنهاد کردند این درخواست نیز هست که گزارش‌ها درباره با انگیزه‌های سیاسی بستن حزب نهضت اسلامی و محاکمه‌های ناعادلانه اعضای حزب را شرح بدهند. درخواست دیگری که از هیئت حکومتی تاجیکستان شده است این است که گزارش‌ها درباره تنبیه برای ریش گذاشتن و رید به ضد زنان حجاب‌پوش را شرح بدهند. مقامات باید همچنین چندین گزارش سازمان‌های عمومی حقوق را توضیح بدهند که به کمیته حقوق بشر پیشنهاد شده است و در آنها حکومت تاجیکستان را برای زیر پا کردن حقوق انسان به شدت تنقید کردند. نمایندگان تاجیکستان که اساساً از وزارت اطلاعات دادستانی و دیگر نهادهای کشور میباشند از حالا به بسیاری از این سالها و در حجم 36 صفحه جواب دادند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هفته آینده به دوشنبه سفر میکند. رسانه‌های ایران نوشتند که او با دعوت امام علیه الرحمن رئیس جمهوری تاجیکستان در نشست پنجم سران مشورت همکاری و تدبیرهای باوری با آسیا به تاجیکستان میرود. نشست روزهای 14 و 15 ایون صورت میگیرد و قرار است در آن رهبران دهها کشور آسیا شرکت کنند. سفر حسن روحانی در حالی است که تاجیکستان و ایران همکاری‌های خوبی ندارند. دوشنبه که یک زمان از شریکان نزدیک تهران به حساب میرفت در چند سال اخیر جمهوری اسلامی را به حمایت از تروریسم متهم کرده است. به گفته مقامات تاجیکستان در نشست مشورت همکاری و تدبیرهای باوری با آسیا ممکن است رهبران آذربایجان، افغانستان، بحرین، ویتنام، مصر، هندوستان، عراق، ایران، اسرائیل، قزاقستان، کامبوجا، چین، قرقیزستان، مغولستان، پاکستان، فلسطین، روسیه، تایلند، ترکیه و ازبکستان شرکت کنند. مشورت همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا انجمن بین‌المللی است که در آن عمدتاً مسائل امنیتی در آسیا بررسی می‌شود. تیر ماه سال 2018 ریاست در مشورت همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا از چین به تاجیکستان گذشت. بنا به گزارش واشنگتن پست، لولا غلام و یک زن 45 ساله تاجیک را شوهرش در شهر واشنگتن کشته است. روزنامه روز 8 ایون با نشر یک گزارش مفصل در این باره نوشت که جیسون ریف شوهر 51 ساله لولا غلام و بعد کشتن همسر تاجیکش خودکشی کرده است. هر دو در مؤسسه‌های مربوط به روابط خارجی آمریکا کار می‌کردند و قرار بوده است روز جمعه 5 ایون در دادگاه از هم جدا شوند. فاجعه در همین روز رخ داده است. از این جفت دو دختر یتیم مانده است. روزنامه نوشته است که مشکلات دو نفر سال 2015 شروع شده است و از لولا غلام و برای کار 4 ساله در بلگراد خشم شوهرش را برانگیخته است. با نوشته واشنگتن پست، لولا غلام و در آژانس کیانشناسی آمریکا، سفارت آمریکا در مسکو کار کرده و در هماهنگسازی سفری باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در هند در سال 2010 کمک کرده است. در صفحه او در فیسبوک نزدیک و آشنایان از در گذشته مفاجعه‌اش اظهار غم و اندوه کردند. اتحادیه اروپا از حکومت تاجیکستان خواست پرونده وکیل مدافع زندانی بزرگمهریارov را بازنگری کند و از آزادی بیان را بهبود بخشد و شکنجه را پره از بین ببرد. این درخواست روز 7 ایون در نشست هیئت‌های اتحادیه اروپا و نمایندگان حکومت تاجیکستان در دوشنبه و بعد از یک هفته سفر دونالد توسک رئیس شورای اروپا صدا داد. در این نشست مسئله استراتژی نوی اتحادیه اروپا برای کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان بررسی شد. استراتژی نوی اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی همکاری را در برابر مشکلات اقتصادی و امنیتی، حقوق بشر، گرمشوی اقلیم، رشد بخش انرژی و راه اندازی اصلاحات در نظر دارد. باید بگم که بزرگمهریارov با 28 سال زندان محکوم شده است. خود او و طرفدارانش حکم را دارای انگیزه‌های سیاسی مینامند، اما دادگاه بر این است که محکومیت او بر پایه ایبنامه‌های دعوت عمومی با افراط‌گرایی، بی‌احترامی به نماینده دادگاه، تحقیر نماینده حکومت و تحقیر پرزیدنت اثبات شده انگیزه سیاسی ندارند. دادگاه شهر خوجند مهلت بازداشت شمیل حکیمov عضو 68 ساله سازمان نصرانی شهیدان یهوا را تا 26 ایون امسال دراز کرده است. فعالیت این سازمان از سال 2007 باز در تاجیکستان ممنوع می باشد. شمیل حکیمov ماه فوریه امسال دستگیر شده است. سازمان فورم 18 نوشت علیه او با مدعی برانگیختن کینه و عداوت ملی و مذهبی پرونده شده. قانون جنایی تاجیکستان برای این عمل از 5 تا 10 سال زندان را پیش بینی می کند. بنا به خبر فورم 18 شمیل حکیمov
ҳакимов гӯё ҷамъияти шоҳидони аҳворо раҳбарӣ мекардааст. мақомоти тоҷикистон то ба ҳол қазияи Шамил Ҳакимовро расман шаҳр надоданд, вале созмони форум 18 навишт ки Ҳакимов аз фишори баланд азият мекашад ва чанд вақт пеш аз боздошт пояшро ҷарроҳӣ карда буд. ин созмон аз шеваи бархурди мақомот бо Шамил Ҳакимов нигаронӣ кардааст. фаъолияти шоҳидони аҳво 12 сол боз дар Тоҷикистон манъ аст. мақомоти Тоҷикистон мегӯянд фаъолияти созмонро ба хотири даъваташ барои сарпечӣ аз хидмати ҳарбӣ боз доштанд ки мухолиф бо қонуни асосии Тоҷикистон мебошад. ин созмон чанд дафъа талош кард дубора сабти ном шавад, вале натавонист. як сокини шаҳри Душанбе аз ошёнаи 8-уми бинои бисёр табақат дар кӯчаи Бухорои пойтахт ба замин афтодааст. ҳодиса баъд аз зуҳри 8 июн рух дод. баъзе аз шоҳидон гуфтанд мард фафтидааст ва ҷасадро аз назди фурӯшгоҳи Тантана бурдаанд. ин бино нав аст ва ҳамсояҳо якдигарро хуб намешиносанд. барои ҳамин то ҳол мардум намедонанд ки чӣ иттифоқ афтодааст. як дафъа модараш ба берун баромад ва дар вазъияти хуб набуд. ӯро дубора ба хона дароварданд, гуфт мусоҳиби Радиои Озодӣ. рӯшан нест ки ин мард худро ба замин партофтааст ё ин ки тасодуфӣ афтидааст. мақомот ҳанӯз дар ин бора хабар надоданд. ва як хабари варзишӣ низ дорем. дирӯз дар бозии ниҳоии аввалин ҷоми Лигаи Миллатҳои Иттиҳоди Аврупои футбол дастаи мунтахаби Португал бо ҳисоби 1-0 дастаи мунтахаби Ҳолландро шикаст дода қаҳрамони ин мусобиқа шуд. ҳамон дирӯз дастаи мунтахаби Англия футболбозони Швейтсарияро бо ҳисоби 6-5 мағлуб намуда ҷои сеюмро ишғол намуд. ҷоми Лигаи Миллатҳо барои аввалин бор доир шуда буд ва бозии ниҳоӣ дар Португалия баргузор гардид. ва бинандагони азиз, чун ҳамеша дар поёни суҳбат нигоҳи меандозем ба қурби асъори хориҷӣ барои имрӯз ки аз сӯи Бонки Миллӣ таъин шудааст. $1 9.43 дирам, 1 евро 10.64 дирам ва 1000 рубли русӣ баробар аст ба 145 сомониву ки нисбат ба чанд рӯзи пеш камтар поин омадааст. бо сипос аз якояки шумо барои тамошои ин суҳбат ва мо ҳамаи шуморо дар ҷарони рӯз бо суҳбатҳои бештар ва барномаи хабарӣ мунтазир мешавем. то он дам рӯзи хуб дошта бошед.